سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 23 январи سال 2026 اینجا شهر روغون و آب گرم. این پانوراما بینید، دهات، یک طرف آفتاب، بعد برف، آفتاب برآمد، خیلی منظره خوش رو. مردم این منظره دهات آب گرم یا که شهرک آب گرم، پایونش از این طرف ما گذاشتیم، این طرف بود شهرک روغون. بینید خیلی قله های سر برف. دیروز خیلی برف زیاد بارید. دکتر طاهری با مقصد پیشگیری زیاد بیماری ها طول 4 روز در شهر روغون و آب گرم ترینینگ های سالم گردانی و دراز عمری رو می آموزاند که آدم ها یاد گیرند کمتر بیمار شوند، عمر دراز بینند. همه سالمی دراز عمری در دست خود انسان، در دست طبیعت، در دست خدا هست. برای همین شما کوشش کنید زیادتر با کانال یوتیوب دکتر طاهری در آمده از مصلحت های دکتر طاهری استفاده برید. در آنجا تکنولوژی نوشیدنی آب، مشق‌ها برای نفس، برای چشم، برای استمهره، گیاه درمانی، همه داده شده است. یاد گیرید و 150 سال عمر بینید. و همه شما صحت سلامتی عمر دراز برای کار میخواهیم. این راهی که حاضر از طرف روغون به شهر دوشنبه و آب گرم ماشین ها میروند. این ماشین ها حاضر سمت شهر دوشنبه حرکت کرده. سلامت و سربلند باشید.